امروز البته گروه دیگری در دانشگاه‌ها ترجیح دادند با ماهیتی متفاوت از ماهیت ضد آمریکایی 16 آذر 32 مراسم این روز را برگزار کنند. در میان شعارهای مختلفی که این دو گروه میدادند، برخی دانشجویان به تأمل در تفاوت این شعارها و جمعیت‌های شعار دهنده پرداخته بودند. در حالی که دانشجویان در داخل دانشگاه‌های مختلف مشغول مراسم سالروز قیام ضد آمریکایی 16 آذر بودند، عده‌ای که اصلا کاری به این حرف‌ها و کاری به ماهیت این روز ندارند، یکسره رفتن سراغ سد آشغال‌های شهرداری و در خیابان‌های اطراف دانشگاه چند تا سطل و موتور را آتش زدند تا به هر حال تصویر قابل پخشی برای بیگانگان فراهم کنند. به هر حال حتما رسانه‌های بیگانه و مقامات غربی از آتش گرفتن این سطل آشغال‌ها و برخی شعارهای ضد اسلامی و ضد ایرانی این گروه سوم خوشحال شدند، اما آنچه مهم است ماهیت حقیقی و ضد استکباری 16 آذر و روز دانشجوست که امروز حتی از سالهای قبل هم در دانشگاه‌ها نمود و جلوه بیشتری داشت.